سلام و درود خداوند به شما عزیزا. امید صحتمند و سر حال باشین. حرف دیگه ای که در این جلسه من میخوایم برای شما عزیزا درس بدم او درباره حرف که و سی که است. حرف که و حرف سی که، یعنی که و سی که دارای یک صدا است که او صدای کاف است در زبان فارسی. مثلا ما شما میگیم که لایک، کلمه لایک شما سعی کنید ال صدای لام، آی صدای آی، که صدای کاف را میدهد و ای با آخر کلمات ساکن است. پس ما در حقیقت اگر با هم یک جای کنیم، اول لام را میندازیم، الف یاش میدیم لای میشه، کافش میدیم چی میشه؟ لایک. یعنی ای ساکن است، لایکه لایکی لایکو نشده. و کلمه بعدی که داریم مانند کیک است. سعی کنید دوستا در کلمه کیک که آی سی که، که در اول آمده صدای کاف، آی صدای زیر، سی که صدای کاف. پس ما در درسای قبلی گفتیم که سی که صدای کاف و که هم صدای کاف. پس در حقیقت ما میگیم که دوستای عزیز که کلمه اول کاف را ببینن، زیرش ببینن، کافش ببینن چی میشه؟ کیک. بعضی دوستا ممکن بگن که اینجا سی که، سی هم صدای کاف، که هم صدای کاف را میدهد. پس اگر ای تو هم بگن درست است و در این کلمه باید شما متوجه باشین که اگر ما سی که را هم صدای دو دانه کاف بکشیم کلالت در زبان پیدا میشه. به خاطر ازی از دو دانه کاف ما مشترک گیری میکنیم، یک کاف را میگیریم. پس چی خوانده میشه دوستا؟ کیک خوانده میشه. مثال دیگه ای که داریم دوستا لیک است. لیک به معنی گندنه، یعنی ال دبل ای کی. پس چی خوانده میشه دوستا؟ لیک. لیک چی رو میگه؟ لفظ آمینه ما شما برش گندنه میگیم. و همچنان در بعضی حالات حرف که خوانده نمیشه دوستا، که هر زمانی که در اول کلمات در پیشروی حرفی که ان آمد که خوانده نمیشه. مانند کلمه ای داریم مانند نایف، سعی کنید در پیشروی که ان آمده و آی ان صدای نون که خوانده نمیشه، صداش بخی نمیکشیم، آی صدای آی، اف صدای ف، ای با آخر کلمات ساکن. ما چی میگیم؟ ای با هم اول نون میندازیم، الف یاش میدیم نای میشه، فش میدیم نایف میشه، ای با آخر کلمات ساکن و که در اول کلمات ساکن. پس ای خوانده نمیشه دوستا. مثال دیگه ای داریم دوستای نهایت عزیز مانند نات. کلمه نات که از دوستا در اینجا شما سعی کنید که در اول کلمه آمده، در پشتش حرف ان آمده. پس که ما تلفظ نمی کنیم، که یک حرفی است که در اینجا بی صدا میشه، سایلنت میشه. پس در حقیقت ما اول ان که نوشته است نونش میدیم، او صدای الف داده، تی هم صدای ت. پس که خوانده نشد، ما اول نون رو میندازیم، الف تش میدیم، چی میشه؟ نات. این نات را با کلمه ناتی که ما داریم که با معنای نیست یا نه معنا میده دوستا، این با این اشتباه نگیرن. چرا این یک به نام کامن مستیک یاد میشه. هر کلمه ای که ما به نام نات میخوانیم که در اولش از خوانده نمیشه، با معنای چی از گره و یک چیزی را مثلا ما شما گره میکنیم. و ناتی که در اینجا که در اولش نیست، این تا کلمه دیگر ما بسیار زیاد تفاوت داره دوستا. زاید مثالای بعدی براتون میگم، مانند کلمه مانند نید. کلمه نید رو شما سعی کنید در اینجا که خوانده نمیشه. و کلمه دیگر داریم مانند نیکپ. در کلمه نیکپ هم که خوانده نمیشه. کلمه نیکپ را در به نام نیپن یاد میکنه دوستا. خب امید از این درس ما یک چیز یاد گرفته باشین. اگر از ویدیوهای ما چیزی براتون حاصل میشه و درس شایقت به درس مدارین دوستا، سابسکرایب ویدیو از یادتان نره. من همیشه در خدمت شما هستم. خوشحال میشم که هر زمان برای شما ویدیو بسازم و زحمت بکشم و شما از ویدیوهای ما یک چیز یاد بگیرین. شما رو به خدای یکتا میسپارم. همیشه امید که لباس عافیت به تن و موفق سرفراز باشین. تا جلسه بعد و درس بعد، بدرود.